سلام، به فلو اپلیکیشن جامعه مدیریت سفارشات کسب و کار خوش اومدین. ثبت سفارش. کلید سفارش جدید رو میزنیم. در این صفحه میتونیم تاریخ و ساعت ثبت سفارش، نام مشتری و شماره تلفن اون رو ثبت کنیم. همینطور میتونیم میزان تخفیفی که برای این سفارش مد نظرمون هست رو بر حسب واحد پولی فروشگاهمون وارد کنیم و میزان مالیاتی که این سفارش داره رو هم بر حسب درصد وارد کنیم. همینطور میتونیم توضیحات بیشتری برای درج در فاکتور فروش وارد کنیم یا فقط یادداشت خصوصی که در فاکتور درج نمیشه و مخصوص خودمون و اعضای تیممون هست رو ثبت کنیم و در پایان کلید ذخیره رو میزنیم. سفارش شما با موفقیت انجام شد. تکمیل سفارش. همه کارهای شما با این سفارش تو همین صفحه انجام میشه. اینجا 5 بخش مختلف داره. بخش محصولات. کلید انتخاب محصول رو بزنید. محصولی که میخواید رو از بین محصولاتتون انتخاب کنید. مقدار مورد نظرتون رو وارد کنید. در صورت نیاز میتونید قیمت محصول رو هم در این مرحله تغییر بدید. کلید بله رو بزنید. به همین ترتیب میتونید بدون محدودیت برای این سفارش محصول انتخاب کنید. بخش گام ها. مراحل و گام هایی که قبلا در تنظیمات فروشگاه مشخص کردین رو اینجا میتونید ببینید. هر مرحله از این سفارش که انجام داده میشه به سادگی روش کلیک کنید تا به تکمیل شده تغییر پیدا کنه. همینطور که میبینید زمان و نام کسی که این سفارش رو تکمیل کرده زیر هر گام درج میشه و حتی آپشن ارسال پیامک تکمیل این گام که در تنظیمات فروشگاه تعیین کردین هم براتون فعال میشه. بخش پرداخت ها. در این بخش پرداختی های مشتری که مرتبط با این سفارش هستند رو مدیریت میکنید. کلید پرداخت جدید رو بزنید. نام پرداخت کننده، میزان مبلغ پرداختی و جزئیات پرداخت رو وارد کنید. همونطور که میبینید اینجا هم زمان و نام ثبت کننده این پرداخت هم درج میشه و در پایان کلید ذخیره رو میزنیم. بخش اطلاعات. در این بخشم اطلاعاتی از قبیل شماره تماس مشتری با قابلیت تماس و پیام فوری و همینطور جزئیات بیشتری از سفارش رو میتونید ببینید. بخش فاکتورها. بالای صفحه 3 کلید هستند. کلید اول که برای ویرایش محصوله. کلید دوم یک خلاصه متنی از وضعیت سفارش بهتون میده که شامل محصولات، پرداخت‌ها، گام‌ها و ماندگی حساب مشتری میشه که برای ارسال به صورت پیامک و متنی عالیه. کلید سوم فاکتور فروش شما رو به صورت گرافیکی نشون میده. در این صفحه میتونید نحوه ذخیره کردن فاکتور رو به صورت عکس یا PDF انتخاب کنید. این فاکتور هم قابل شخصی سازی هست که در تنظیمات فروشگاه در قسمت فاکتور قرار داره. همگام سازی. تا الان همه کارهایی که انجام دادیم فقط تو گوشی شما ذخیره است و هنوز با سرور همگام سازی نشده و پشتیبان گیری هم نشده و اعضای تیمتون هم نمیتونن این تغییرات رو ببینند. این پیغام بالای صفحه هم همینو میگه. به صفحه اصلی برمیگردیم و کلید همگام سازی رو میزنیم و تمام تغییرات شما الان با سرور همگام شدند. در صفحه اصلی که همه سفارش‌های فروشگاه شما هستند، فیلترهای مختلفی برای گروه بندی و چینش سفارش‌ها وجود داره. مثل همه که یک گروه شامل همه سفارش‌ها ایجاد میکنه. اینجا میتونیم مرتب سازی بر اساس تاریخ، نام، درصد پیشرفت یا ادمین رو انتخاب کنیم. مثلا میتونیم همه سفارشاتی که 50% پیشرفت داشتن رو یک جا ببینیم و برای جزئیات بیشتر راجع به این گروه وارد صفحه اطلاعات اون گروه بشیم و یک گزارش کلی ازش رو ببینیم. همینطور خیلی راحت میتونیم دنبال سفارش هامون بگردیم. اسم مشتری یا شماره سفارش رو جستجو میکنیم و سفارش مد نظرمون رو به سرعت پیدا میکنیم. صفحه مشتریان. وارد صفحه مشتریان میشیم. اینجا لیست کاملی از مشتریاتون رو میبینید که بر اساس شماره تلفنشون از هم تفکیک شدن. میتونید سفارش های اون مشتری رو ببینید، وضعیتشون رو بررسی کنید، وارد اطلاعات گروه اون مشتری بشین و جزئیات کامل تری از وضعیت سفارش ها رو مدیریت کنید. همینطور میتونید مشتری ها رو بر اساس تعداد سفارش، نام، میزان پرداختی و بدهیشون مرتب کنید. محصولات. در صفحه محصولات که حکم انبار رو داره میتونید محصولات و خدماتتون رو تعریف کنید. کلید محصول جدید رو بزنید. نام محصول، واحد و قیمت واحد رو انتخاب کنید. وضعیت فعال یا غیر فعال بودن محصول رو مشخص کنید و دسته‌بندی محصول رو انتخاب کنید. یا اگه دسته‌بندی جدید میخواید ایجاد کنید اسمش رو بنویسید و کلید ذخیره رو بزنید. محصول شما با موفقیت ایجاد شد.
محصولات رو هم میتونید بر اساس ویژگی‌های مختلفی از قبیل نام، قیمت، واحد و وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مرتب سازی کنید. تنظیمات. 2 نوع تنظیمات در برنامه وجود داره. یکی تنظیمات کلی هست که در قسمت منو بخش بالا میبینید. واردش میشیم و همینطور که میبینید تنظیمات از قبیل زبان برنامه و تم روشن یا تاریک و نوع تقویم استفاده شده در برنامه که میتونه شمسی باشه یا میلادی قابل انتخاب هستند. همینطور قوانین و شرایط برنامه رو میتونید اینجا ببینید و سوالات متداول و جوابهاشون رو بخونید. راه‌های ارتباطی هم اینجا براتون آورده شدن که بتونید با ما در ارتباط باشید. نوع دوم تنظیمات فروشگاه هستند. وارد منو میشیم. فروشگاه هایی که شما درست کردین یک آیکون تنظیمات کنارشون فعال هست. روش کلیک کنید. اینجا همه تنظیمات مرتبط با کسب و کارتون رو میتونید ببینید. اسم فروشگاه، واحد پولی و مالیات پیشفرض سفارش ها رو میتونید تنظیم کنید. این همون مالیاتی هست که وقتی سفارش رو ایجاد میکنید از قبل به صورت خودکار پر میشه و میتونید ویرایشش کنید. 3 بخش اصلی در تنظیمات کسب و کار شما وجود داره. گام یا مراحل انجام کار. هر کسب و کاری روش خاصی برای تکمیل سفارشاش داره. شما اینجا این گام ها رو مشخص میکنید. این گام ها تو همه سفارش هایی که تو این فروشگاه درست میکنید میان. کلید گام جدید رو بزنید. یه اسم برای گامتون بذارید و پیامکی که میخواید به صورت خودکار ساخته بشه و برای مشتری ارسال بشه رو اینجا تعریف کنید. میتونید از فیلدهای مخصوص که متناسب با هر سفارش بعداً پر میشن استفاده کنید، مثل اسم، شماره تماس، تاریخ هزینه و غیره. کارمندان. در این بخش اعضای تیمتون رو تحت عنوان کارمند وارد میکنید و دسترسی هاشون رو تایید میکنید. برای این کار کلید کارمند جدید رو بزنید و ایمیلی رو که باهاش توی فلو ثبت نام کرده رو وارد کنید. فاکتور. در قسمت فاکتور تنظیمات فاکتور رو وارد میکنید، مثل کسر روند چند رقم باشه یا رنگ فاکتور چی باشه و اطلاعاتی که توی فاکتور نمایش داده میشن. نکات مهم. در منو کلیدی است به نام بروز رسانی. ساختار این کلید اطلاعات برنامه را از اول با سرور هماهنگ سازی میکنه. هر وقت کسی فروشگاهی با شما به اشتراک گذاشت یا شما کارمندی اضافه کردین، لازمه یک بار هم شما و هم اون شخص این کلید رو بزنه تا همه اطلاعات فروشگاه از اول همسان بشن. اگر گام‌های فروشگاه رو در تنظیمات تغییر بدین، گام‌های سفارش‌های قبلی که ایجاد کردین تغییری نمی‌کنند و فقط از اون لحظه به بعد سفارش‌هایی که ایجاد می‌کنید با گام‌ها و مراحل جدید ساخته میشن. تغییر قیمت محصولات یا حذف اونها روی سفارش‌های قبلی که با استفاده از اون محصولات ساختید تأثیری نداره و قیمت اونها همون قیمتی هست که موقع ایجاد سفارش وارد کردین. اگه اشتراک برنامه رو خریداری کردید، تمام فروشگاهاتون ارتقا پیدا می‌کند و کارمنداتون هم بدون محدودیت میتونن تو فروشگاهاتون کار کنن و اونها نیازی به خرید نخواهند داشت. اشتراک گذاری فروشگاه در قسمت کارمندان به معنی اشتراک گذاری همه سفارش‌ها و اطلاعات کسب و کار شما با اونهاست. پس هر کسی رو به عنوان کارمند اضافه نکنید.